بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال از میان مخلوقات و آفریدگان خودش به برخی از این آفریدگان امتیازات ویژه‌ای رو داده، فضایل و مناقب اختصاصی رو برایشون تعیین کرده. برخی از زمانها، برخی از مکانها، برخی از موجودات، برخی از انسانها، الله متعال از میان تمام مخلوقاتش و از هر طیف و گونه‌ای مواردی رو الله متعال برگزیده. یکی از مواردی که الله متعال به عنوان برترینها برگزیده و آن را به خودش نسبت داده کعبه معظمه هست. کعبه یعنی قبله مسلمانان، جایی که تمام مسلمانان روی زمین در اوقات نماز و در وقت عبادت رویشان را به طرف این خانه می‌گردانند. کعبه و قبله مسلمانان یکی از مواردی هست که الله متعال این کعبه را و این بیت و خانه را الله متعال به خودش نسبت داده و فضایل و ویژگی های خاصی را الله متعال برای کعبه و قبله مسلمانان قرار داده. کعبه نامه های متعددی را دارد که بیانگر ویژگی های کعبه هست. هر نامی یک معنایی دارد، اهم از نامه هایی که در قرآن ذکر شده یا در غیر قرآن آمده، و هر نام بیانگر یک ویژگی و خصوصیت خانه کعبه هست. معروفترین نام قبله مسلمانان و کعبه همین لفظ کعبه هست که در قرآن کریم هم بارها استفاده شده و الله متعال بر خانه خودش نام کعبه را اطلاق کرده. کعبه یعنی چی؟ کعبه بسیاری از علما معتقد هستند که بدین خاطر نام قبله مسلمانان، نام خانه الله کعبه هست که به صورت مکعب هست، مربع شکل هست، بین خاطر بهش کعبه گفته شده. و همچنین بنابر برخی دیگر از اقوالی که در این زمینه وجود دارد، امکان دارد که کعبه گفتن خانه خدا به خاطر بلندیش باشد که بلند هست، بنیانش بلند هست، ساختمانش بلند هست، یا اینکه ارزش و مقامش بلند هست، از کعب گرفته شده. استخوان برآمده دو طرف پا را که در مفصل و بند پا هست کعب میگویند به خاطر برآمدگیش. و یکی از دلایلی که خانه کعبه را کعبه میگویند این است که برافراشته هست، بلند هست و برآمده هست. جالب اینجا هست که در تاریخ ذکر شده که
عرب‌ها به خاطر احترام خانه کعبه که خانه کعبه بوده، مکعب و چارزلی بوده، عرب‌ها خانه‌های خودشون رو همیشه به صورت مدور می ساختند، دایره شکل می ساختند و به خاطر احترام خانه کعبه که این ویژگی کعبه بودن و مکعب بودن خانه کعبه برای همیشه حفظ بشود. اولین کسی که در تاریخ عرب ذکر شده که خانه ای رو به صورت مکعب و مربع شکل ساخت حمید ابن زهیر هست. آن هم وقتی که این خانه رو می ساخت با هزار ترس و لرز این کار رو کرد. گفت یا این که هلاک می شوم یا این که نجات پیدا می کنم. یعنی حتی اعراب اون زمان هم به احترام خانه کعبه که از همین اسم کعبه گرفته شده و به صورت مکعب بوده، خانه های خودشون رو به صورت مدور می ساختن. عرض کردم که کعبه نامی هست که الله متعال در قرآن کریم برای خانه خودش استفاده کرده. الله متعال در قرآن کریم می فرماید که در سوره مائده آیه 95 الله متعال می فرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم. ای مسلمانان، ای کسانی که ایمان آوردید، زمانی که شما در حالت احرام هستید و به سوی حج یا عمره به طرف مکه و کعبه می روید، حق ندارید که شکار بکنید، اجازه ندارید که صید رو بکشید. و من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. اگر کسی حیوانی رو شکار کرد باید مجازات بشود، مثل اون حیوان از حیوانات اهلی رو باید قربانی بکند. یحکم به ذو عدل منکم، که 2 نفر انسان عادل، انسان با انصاف قضاوت بکنند که در مقابل شکاری که شما کردید چه حیوانی از حیوانات اهلی رو باید قربانی بکنید. الله متعال می‌فرماید هدیاً بالغ الکعبه، هدیاً بالغ الکعبه. می‌فرماید که اگر کسی در حالت احرام مرتکب این محظور احرام شد و صیدی را شکار کرد، باید یک حیوان اهلی شبیه به حیوانی که شکارش کرده باید به عنوان هدیه بدهد، بالغ الکعبه، که به کعبه برسد. این لفظ کعبه رو الله متعال در قرآن کریم برای خانه خودش در واقع ذکر کرده و معروفترین نام خانه خدا و معروفترین نام قبله مسلمانان کعبه هست که در قرآن اومده و بیشتر مسلمانان خانه کعبه را با نام کعبه در واقع میشناسند. این یکی از نامه‌های کعبه هست که عرض کردم که برگرفته از مکعب بودن خانه کعبه و یا برگرفته از بلند بودن و برآمده بودن خانه کعبه هست. یکی دیگر از نامه‌های خانه کعبه البیت المحرم هست. البیت المحرم، خانه‌ای که حرمت دارد، الله متعال اون رو حرام قرار داده، یعنی برایش حرمت قائل شده. الله متعال در سوره ابراهیم آیه 37 می‌فرماید که زمانی که ابراهیم علیه السلام زن و فرزندش رو آورد برای اولین بار در سرزمین مکه و به عنوان نخستین ساکنان مکه ذکر شدند، ابراهیم علیه السلام آنگونه که الله متعال قول ایشان را ذکر کرده فرمود که ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. پروردگارا، من زن و بچه‌ام را، هاجر را، اسماعیل را آوردم در یک منطقه‌ای، در یک وادی که اصلا زرعی نداره، کشت و کشاری در اینجا نیست، آبادی نیست. عند بیتک المحرم، عند بیتک المحرم. پروردگارا، من زن و بچه‌ام را آوردم در این سرزمین لم یزرع و بی آب و علف، در کنار بیت محرم، خانه تو که محرم هست. پس بنابراین یکی دیگر از نامه‌های خانه کعبه و قبله من و شما البیت المحرم هست.
و جالب اینجا هست که در ادامه آیه الله متعال وقتی که ذکر میکند اظهارات حضرت ابراهیم علیه السلام را میفرماید که ربنا لیقیم الصلاة، پروردگارا من زن و فرزندم را آوردم در این سرزمین لم یزرع و بی آب و علف در کنار البیت المحرم، یعنی خانه کعبه در اینجا گذاشتم. ربنا لیقیم الصلاة، پروردگارا به خاطر این زن و فرزندم را اینجا گذاشتم که نماز را اقامه بکنند. پس بنابراین دومین نام خانه کعبه البیت المحرم هست. و سومین نامی که در قرآن ذکر شده برای خانه کعبه شبیه به نام اولی هست. نام دوم که البیت المحرم بود، نام سوم خانه کعبه البیت الحرام هست. البیت الحرام، محرم و حرام هر دوتا معنیشون یکی هست، یعنی خانه‌ای که الله متعال بهش ارزش داده، بهش حرمت و قداستی رو الله متعال به این خانه داده. الله متعال در سوره مائده می‌فرماید آیه 97 جعل الله الکعبة البیت الحرام. هر دو تا اسم در اینجا اومده. جعل الله الکعبة البیت الحرام، الله متعال کعبه را، کعبه یعنی چی؟ یعنی همان بیت الحرام را، کعبه یا بیت الحرام را جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس، مایه قیام مردم، محل قیام مردم الله متعال این خانه را قرار داده. الله متعال کعبه را تعریف کرده. کعبه یعنی چی؟ یعنی همون البیت الحرام. پس بنابراین یکی دیگر از نامه‌های کعبه و قبله من و شما که در قرآن ذکر شده البیت الحرام هست که خود این اسمها همان گونه که قبلا عرض کردم نشانگر عظمت و اوج حرمت و قداستی هست که الله متعال برای خانه کعبه و برای خانه خودش و برای قبله مسلمانان قرار داده. یکی دیگر از نامه‌هایی که در قرآن کریم برای قبله من و شما ذکر شده البیت العتیق هست، یا در روایات در آیات دیگر به صورت البیت اومده مطلقاً. بیت یعنی خانه، البیت العتیق به معنی خانه دیرینه، خانه کهنه، خانه‌ای که سابقه داره در تاریخ، یکی از معنی‌هایش هست. الله متعال در سوره آل عمران می‌فرماید که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین، اولین بیتی که در دنیا پایه‌گذاری شده، اولین بیتی که برای مردم به عنوان عبادتگاه مردم ساخته شده همان خانه‌ای هست که در بکه هست. للذی ببکة، آن خانه‌ای که در مکه هست. یکی از نامه‌های مکه بکه هست که انشاءالله اینو عرض خواهم کرد. مبارکا و هدی للعالمین، که این خانه و این بیت مبارک هست، الله متعال بهش برکت داده و مایه هدایتی هست برای عالمین. پس بنابراین بیت به صورت کلی وقتی گفته می شود البیت یعنی خانه خدا، وقتی که صفت دیگری اضافه بشود البیت العتیق باز هم یعنی خانه خدا، هم به صورت مطلق اومده ان اول بیت وضع للناس و هم به صورت مقید اومده با صفت العتیق. الله متعال در سوره حج می فرماید که قال الله تعالی ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، ولیطوفوا بالبیت العتیق، که خانه عتیق را باید طواف بکنند. عتیق یعنی چی؟ عتیق میتونه چند تا معنی داشته باشه. یکی از معنیش در زبان فارسی خودمون هم استفاده میکنیم، میگیم فلان چیز عتیقه هست. عتیقه هست یعنی جز میراث باستانی هست، یعنی خیلی سابقه دار هست، تاریخ خیلی زیادی را داره، به معنی کهنه، به معنی دیرینه. یکی از معانی البیت العتیق که در اینجا الله متعال میفرماید ولیطوفوا بالبیت العتیق، یعنی خانه دیرینه را
که در آیه دیگری که خدمت شما عرض کردم الله متعال میفرماند که اولین بیتی که برای مردم آباد شده و ساخته شده للذی ببکه، همون خانه‌ای هست که در بکه و در مکه هست، یعنی خانه کعبه هست. ولیطوفوا بالبیت العتیق، یعنی این که باید شما طواف بکنید خانه دیرینه را که سابقه بسیار کهن و دیرینه ای را دارد. این یک از معانی هست. برخی دیگر از علما معتقد بر این هستند، مانند روایتی که از حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه در سنن ترمذی هست، گرچه این روایت از نظر سندی اشکال دارد، اما بسیاری از علما نظرشون این است که بیت عتیق، یک از معانی عتیق یعنی رها یافته، نجات یافته، جایی که در واقع در حفاظت هست. و گفتند که معنی البیت العتیق این است که الله متعال گردنکشان دنیا را در اونجا خار و ذلیل میکنند. در اونجا تفاوتی در میان انسانهای جبار و گردنکش و در میان انسانهای فقیر شما نمیبینید. همهشون وقتی که در اونجا بروند باید لباس سفید احرام را بپوشند و همون کاری را که فقرای مسلمانان انجام میدن، حکامشون و پادشاهانشون و جباران دنیا هم باید این کار را انجام بدن. و یا اینکه گفتند منظور از بیت عتیق بیت حفاظت شده و آزاد، یعنی این که الله متعال هیچ جباری را بر آن غالب نمی کند، حفاظت می کند الله متعال خانه کعبه را و این بیت خودش را که قبله مسلمانان هست. پس بنابراین خانه کعبه نامه های متعددی را دارد که این تعدد نامه ها دلالت بر تعدد فضیلت می کند. فضایل متعددی رو این خانه کعبه دارد. نامه‌هاش عبارت هستند از الکعبه که در قرآن کریم در چندین مورد اومده و معروف ترین نام خانه کعبه همین کعبه هست، و البیت المحرم، البیت الحرام یا البیت یا به تعبیر دیگر البیت العتیق نامه‌هایی هستند که در قرآن کریم الله متعال برای خانه خودش انتخاب کرده. امیدوار هستم که الله متعال به من و شما توفیق بدهد که قبله خودمان را، قداست و حرمتی را که دارد بشناسیم و الله متعال بار بار در طول زندگی انشاءالله به همه من و شما توفیق بدهد که خانه اش را برویم و طواف بکنیم و حج عمره انشاءالله به جا بیاوریم. تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة